سلام دوستان، خیلی خوش آمدید به ویدیو جدید ما. امروز اومدیم براتون یه دونه چیز داشته باشیم، یه گیم پلی از FC25 پلی استیشن که اومدیم امروز بهتون یاد قسمت اول داشته باشیم از با کریرمون، که کریر منیجرمون، ببینیم که چی میشه. فعلا که من بازی اولمون بایر مونیخه، ما چجوری بایر مونیخ رو ببریم. حالا این کاستوم میریم توی این قسمت، این که کارلو آنجلوتی مربیمون. اینه که گفتم اگر دوست داشتید آموزش درست کردن کریر منیجرم بهتون بگم، حتما داخل کامنت ها بر من بنویسید که من منیجر رو براتون یاد بدم یا بهتون یاد بدم. خب اولین چیز اینه که خب بریم سراغ مچ. این که مچ اولمون با بایر مونیخ هستش که بایر مونیخ تیم قویه واقعا. من خودم تعجب کردم تیم اول بایر مونیخ افتاده. ببینیم دیگه گزارش بازی رو ببینیم. من صحبتی نمی کنم، این گزارش بازی رو ببینیم. For the keeper to just come and collect. This is the Real Madrid starting lineup. Thibaut Courtois is in goal. Carvajal plays with Ferland Mendy in the fullback positions. What chance? Well, he went to try and place it, but maybe power was the answer that time. Bellingham was a player who's got the whole football world talking. Now, this has to be. And they scored to take a lead that's more than warranted. گل اول رو خوردیم، عالیه. بریم برای کامبک. Started again. Ferland Mendy. Real exploiting the space on the play. Vinicius Junior. Vinicius Junior! And it's a good diving save, although what you'd expect to be made. Real Madrid with an opportunity to equalise here. Only half the job done there. وای عجب شوتی. گل میشد $1000 قیمت این گل. Poor distribution from the keeper. Take a look. وای More than equal to it. Over it comes. رد کرد. Not the end to the move they were looking for. Now there could be a chance to counter. وای پنالتی گرفتش. Penalty. And that is also going to be a yellow card. It's a correct decision. Good officiating that. It had to be a yellow. ببینیم میتونیم تیبو کورتوا این پنالتی رو بگیره و گزارشگری کنم. بس دیگه. وای زد وسط دوهی چقدر افتادیم. این برای گزارشگری. حالا امباپه پاس شروع بازی. وینی جونیور پاس میده به کارواخال هنوز توپ در راه. حالا اینجا یه دونه میخواست دیپ بزنه که متاسفانه نشد. حالا توپ دست نویر دروازه‌بان تیم حریف هستش. حالا ببینیم که آیا میلیتائو توپو در اختیار میگیره و پاس میده به مندی. حالا مندی جا خودش پا به توپ هستش. مندی همینطوری داره حرکت میکنه، یه دونه سر توپ میزنه، پاس میده به فدریکو والورده و وینی جونیور بودش که توپو میگیره. و حالا رودیگر یه تک میزنه
نمیتونه تکل دوم بزنه، نمیتونه تکل سوم نمیتونه بگیره. حالا اینجا کورتو هستش که دروازه رو نجات میده. الان کارواخال اومده برای توپگیری که نمیتونه. حالا پاس میده کاماوینگا هم نمیتونه. توپ دست فعلا توپ دست ما هستش، توپ دست کاماوینگا هستش. پاس به بیلینگام، خود بیلینگام یه پاس قشنگ برای امباپه. وای آفساید هستش، این موقعیت آفساید هستش و نیمه اول تموم شد. 2-0. فکر کنم این بازی رو ببازم. اگه ببازم این بازی رو ریست میزنم، چون اگه ببازم بد میشه برای تیم. خب حالا اونجا تو دست سانس یا بالفاز چرا اسم رو اینطوری نوشته و تیبو کورتوا چه سیوی داره. سیو تیبو کورتوا یکی از محشر. و حالا ضربه سری که تیبو کورتوا باخت نمیده، میگه نه بودو بینم. حالا مندی همون مندی که صاحب توپ بشه دیگه هیچی بهش نمیرسه. و آقا کجا آفساید بود الان؟ نگاه کن ببینم. نگاه کن تو رو قرآن. آفساید فقط یه انگشت پا هم نه، یه ناخون. اونجا عالی هستش، کسی فعلا اونجا در اختیار نیستش. مچی دوم ببینیم که آیا گل نخوریم که نمیخوریم گلو. عالی هستش فعلا این بازی، عالی داره پیش میره. حالا مندی، حالا تو برسه به بیلینگام توپو لو میده، خیلی بازی بده. حالا اونجا خود مندی پاس میده به فدریکو والورده سر توپ میزنه. اصلا حواسم بازی نیست، حواسم بازیکنای تیم هستش. حالا اونجا بیلینگام میخواد توپ بگیره نمیتونه. کارواخال هم نمیتونه. اونجا رودیگر هستش، اون رودیگر هم درست میکنه. اونجا میلیتائو مونده که کورتوا اصلا باخت نمیگه، میگه بودو بینم. دوباره دارم بهتون میگم کورتوا میگه بودو بینم، باخت نمیده. البته 2 گل خورده ولی خوب 2 گلش هم شانسی خوده که اونجا کیلیان امباپه داره میره برای گل. امباپه آنکار امباپه میزنه و میگیره. نویر میگه بودو بینم. این دفعه نویر میگه بودو بینم. که فکر کنم تنظیمات دستی ما به هم ریخته. بریم یه بار دیگه چک کنیم تنظیمات دسته رو. فکر کنم به هم ریخته. نه اوکی. آخه من همیشه رو کلاسیک میذارم، فکر کردم با مربع شوت میزنه. اونجا یه توپگیری قشنگ داشت میکرد ولی نشد. حالا اونجا خود رودی گل سومو نخوریم که اگر بشه مچ دومو تو پارت بعدی بذاریم، چون که یه ویدیو تایمش زیاد چه مجبورم که طول میکشه و نمیتونم براتون زود بذارم که یه شوت میزنم. اونجا تیبو کورتوا بیرون بود، اصلا میگرفتم میرفت کورنر ولی هم خوب شد که نگرفت. پاس میده به فدریکو والورده. اونجا والورده داره همه رو دیر میکنه. یه پاس میده به کیلیان امباپه اونجا چیکار داره میکنه؟ اونجا با خودش درگیره و توپو لو میدن. گزارشگری فرهام، بله گزارشگری فرهام عالیه، مثل عادل فردوسی پور، مثل بازی من خیلی بده. میدونم من زیاد تمرینی ندارم توی این بازی ها، زیاد ادعایی هم داخل FC ندارم. من با کل دوستان اوه داشت هیدشاتش میکرد. دقیقه 86 هستش. ببینیم که آیا این بازیکن چیکار میکنه و نمیتونه. و این بازی رو فکر کنم باختیم. بله بریم برای مچ بعدی که شده در قسمت بعدی هستش. فکر کنم یا اولفاز کورتوا میگه بودو بینم. باز دوباره عجب سیوی کرد. این با این تیبو کورتوا نبود تیم رئالم نبود. تیبو کورتوا به همه بودو بینم میگه، اصلا هیچی براش مهم نیست. به همه میگه بودو بینم. اصلا همه رو داره به هم میریزه این بازیکنه بایر مونیخ. که ببینیم که تکی اینجا چیکار میکنه یا اولفاز و تمام. بله این بازی تمام میشه. امیدوارم که از این پارت خوشتون اومده باشه و باخت 2-1 که من ریست میزنم. در واقع الان
و بازی میام بیرون که ریست بشه. بریم برای پارت بعدی. بازی هم که همینجا میتونید ببینید. بازی زیاد خفنی نیستن ولی خب امیدوارم که از این پارت خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.